ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. آگاه شو به تحقیق ایشانند تباهکاران ولیکن آگاه نمیشوند. الله تعالی ضمن آیت مذکور فرموده است که ای مردم آگاه شوید که این قبیل انسانها اصلاحکار نیستند بلکه فسادکارند. احساس نمیسازند که روشنایی ایمان در قلبشان فرسوده بلکه محو گردیده است. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. و چون گفته شود آنها را که ایمان آورید چنان که ایمان آوردند مردم گویند آیا ایمان آوریم چنان که ایمان آوردند بخیردان؟ آگاه شو به تحقیق آنها هم بخیردان ولی که نمیدانند. منافقان را عادت این است که اگر به آنها گفته شود که چون دیگر مؤمنان از صدق دل به یگان شک و شبهه ایمان بیارید و استهزا میگویند آیا ما هم مثل دیگر کمخیردان ایمان بیاریم؟ یعنی برای آنها حضرت ابوبکر و عمر و صهیب و عمار و بلال و دهها دیگر صحابگان کرام و مؤمنان متقی که الله از آنها راضی باشد بخیرد و کمکند که آنها ایمان آوردند. ای محمد صلی الله علیه و سلم با خبر باش آنهایی که خود را از دیگران با عقل‌تر می‌دانند در جهل مرکب افتادند و آنها خود بخیردند اما از روی جهالت این را درک نمی‌سازند حالانکه مؤمنان پرهیزگار بهترین انسان‌هایند. خلاصه قلب منافقان از کبر و غرور، کینه و بخل و حسد، شک و شبهه و غیر پر است و باز خود را از مؤمنان بالا می‌دانند. عادت منافقان است که در دکان‌های نگری خود از نام مؤمنان با خاص پیشوایان آنها هر گونه اغوا می‌دوفند. لقب‌ها ترکنده عامه فریب نشر می‌کنند. مؤمنان با عمل را بنابر ایمان حقیقی آوردنشان به عقل بها می‌دهند حالانکه ایمان آوردن بخت نیک و سعادت دنیا و آخرت است. در نتیجه الله تعالی با منافقان بهای ارزنده داده فرموده است که منافقان بخیردند لکن بخیردی خود را نمی‌دانند. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. و هر وقت ملاقات کنند شخصانی را که اهل ایمانند گویند ایمان آورده ایم و چون تنها شوند با شیاطین خود گویند هر آینه ما به شماییم جز این نیست که ما آنها را مسخره کننده ایم. الله تعالی کارساز منافقان را با این آیت بار دیگر آشکار ساخته است. یعنی صفت دیگری منافقان آن است که هرگاه به مؤمن روبرو بیاید و هم صحبت شود چنان استکارانه ایمانداری و مسلمانی خود را نشان می‌دهند که خواه نخواه هم صحبت آنها به صداقت و ظاهری آنها نگریسته و گفته های آنها باور می‌کنند. اما چون به هم مسلکان و پیشوایان خود در صحبت شوند گویند ما همیشه در دین و اعتقاد با شما بوده ایم و همیشه با شما میمانیم. پیش مسلمانان از ایمان داشتنمان حرف زدن ما به خاطر مسخره نمودن آنها بود و این گونه سخنهای خود آنها ذوق میبرند حالانکه الله تعالی خوبتر میداند که آنها کی را مسخره میکنند. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله تعالی مسخره می کند آنها را و مهلت می دهد آنها را
дар гумроҳии хеш саргашта шуда. аллоҳ таоло ин масхаракунандагонро бо муҳлат, молу дороӣ ва дигар неъматҳо ҷазо медиҳад, то боз ҳам мағрур гарданду аллоҳу расулро зиёдтар фаромӯш кунанд. чун далелу ҳуҷҷат барои гунаҳкории онҳо зиёдтар шуд, ба сахттарин сурат азобашон медиҳад. дар анҷом дар дунё ву охират онҳоро хор мегардонад. дар асл макру ҳилаву истеҳзо хоси бандагон аст. ин сифатро ба аллоҳ таоло нисбат додан раво нест. дар оят омадааст ки аллоҳ масхара мекунад. инро набояд чун масхаракунӣ инсонҳо фаҳмид, балки аллоҳ таоло онҳоро ҷазои мувофиқ медиҳад. ояти зер ба сахттарин оҳанг ба мунофиқон чунин баҳо додааст.